وطن من. کوه و رود به هم آمیخته تا کهرود زاده شود، با آهنگی که از دل قرنها به گوش میرسد. اینجا قهرود است، آمیزه بی‌بدیل طبیعت و تاریخ. در میان رشته کوههای مرتفع کرکس در منطقه خوش آب و هوا، روستایی زیبا و سرسبز به نام قهرود واقع شده که از توابع بخش قمصر شهرستان کاشان در استان اصفهان. برخلاف کاشان که معمولاً آب و هوایی گرم و کویری داره، این روستا به دلیل واقع شدن در منطقه کوهستانی از آب و هوایی بسیار خنک و مطبوع برخورداره. این روستا با جمعیتی در حدود 700 نفر در 40 کیلومتری شهرستان کاشان و 20 کیلومتری روستای قمصر قرار گرفته و از شمال با قمصر، از جنوب غربی با روستای کامو، از شرق با روستای ابیانه و از شمال غرب با روستای قزاعان همسایه است. این دهکده زیبا در یکی از دامنه‌های مرتفع سلسله جبال کوهرود واقع شده و از این جهت اون رو کهرود یا قهرود نامیدن. قهرود زمستان‌های بسیار سرد و تابستان‌های خنک و مطبوع داره. این روستای زیبا علاوه بر داشتن جاذبه‌های طبیعی و بکر، به دلیل قرارگیری در مسیر راه شمال به جنوب کشور همیشه مورد توجه سیاحان و فرستادگان دول خارجی مانند ادوارد براون، لورد کرزون و مادام دیالافوا قرار می‌گرفته و این موضوع در خاطرات و سفرنامه‌های اونها به خوبی منعکس می‌شده. بیگانه و بومی بر گوهرت صحه می‌گذارند. تو عصاره فرهنگ را در دل خود حمل می‌کنی و چون نخ تسبیح از میان نسل‌ها می‌گذری. قهرودی‌ها دارای زبان و لهجه ویژه‌ای هستند. این زبان در روستاهای مجاور هم با کمی اختلاف رایجه و از لهجه‌های زبان قدیمی ایران باستان به حساب میاد. مردم روستا تلاش میکنن این لهجه رو حفظ کنن و به نسل جدید هم انتقال بدن. سد قهرود یا بند عباسی یکی از شگفتی‌های مهندسی ایرانی، ساخت سازه‌های آبی در طول تاریخ ایرانه. این بند در سال 1010 هجری قمری به فرمان شاه عباس و با نظارت شیخ بهایی در اوج اقتدار سلسله صفوی ساخته شده و در مصب آب این سد که در حومه شهر کاشان قرار داره، باغشاه جدیدی با بناهایی در خور ایجاد کردند که به همین مناسبت اون محوطه رو صفی آباد نامیدن. در طی سالها رفته رفته خرابی‌هایی در سد به وجود اومد که در عهد محمدشاه قاجار مرمت شد. بند قهرود در 12 کیلومتری جنوب شرقی روستای قهرود و در میان دره عمیقی که دو رشته کوه مجاور رو به فاصله کمی از هم جدا میکنه قرار گرفته و با سنگ و ساروج ساخته شده. سد قهرود در حال حاضر سالم و بی‌عیبه و حجم مخزن اون در حدود 460,000 متر مکعب برآورد شده. انسان دستان دو کوه را به هم می‌رساند تا دلیل پیوندی مبارک باشد. کوه رود را در میان می‌گیرد تا بند کهرود زاده شود. این سویه روشن انسان و طبیعت است. اما یکی از باشکوه‌ترین آثار تاریخی دوره ایلخانی کاشان مسجد علی قهروده. این مسجد دارای محراب و جلوخان کاشیکاری و در بسیار نفیس و بی‌نظیری از دوره ایلخانیه. ما را حالی دیگر است، زمانی که رو به محرابی می‌ایستیم که 8 قرن انسان را بر مرکبش به عرش اعلی برده. اینجا وزن تاریخ را حس می‌کنی و وزن نماز یک یک انسان‌هایی که در آن وارد شدند و خود از پس قرن‌ها گذشتند.
قبرستان قدیمی قهرود هم از جنبه‌های تاریخی مورد توجه زیادی. قهرود دارای 2 حمام عمومیه که متعلق به دوران صفویه. هر 2 حمام در حال حاضر دایره و اهالی ده وجهی رو به صورت سالیانه مقرر کردند و به حمامی میپردازند تا حمام در طول شبانه روز همیشه آماده باشه. در روستای قهرود محصولات کشاورزی مناطق سردسیری مثل گردو، بادام، زردآلو، گوجه سبز، گندم، جو و سایر محصولات کشاورزی تولید میشه. وسعت زیاد باغ‌ها این روستا رو به قطب تولید خشکبار در میان روستاهای منطقه تبدیل کرده. قهرودی‌ها مردمانی پرتلاش و زحمتکشند که علاوه بر کار کشاورزی و دامپروری در ایجاد صنایع محلی مثل آهنگری، رنگرزی و گلابگیری هم فعالیت می‌کنند و از این طریق به توسعه روستای خودشون کمک شایانی می‌کنند. اینجا عصاره گل را می‌گیرند تا بهار را در شیشه کنند. آدمی در زمستان دلتنگ بهار می‌شود. برای رسیدن به روستای زیبای قهرود در استان اصفهان از این مسیر استفاده می‌کنیم. کاشان، جاده کاشان قمصر، حسین آباد، روستای جوینان، روستای زیبای قهرود. قهرود روستایی سرسبز و زیبا با جاذبه‌های فراوان تاریخی و گردشگریه. لذت بازدید از این روستا رو خصوصاً در بهار یعنی فصل گلابگیری از دست ندید. قهرود زیبا منتظر شما.